در جلسات گذشته با هم بررسی کردیم که چطور میتونیم از هوش مصنوعی استفاده بکنیم و بیایم بتونیم یک موضوع جدیدی رو که شکاف‌های پژوهش‌های گذشته رو مورد پوشش قرار میده رو بتونیم با هوش مصنوعی بر اساس رشته تحصیلیمون و ترندهای موضوعی اون بتونیم به دست بیاریم. حالا در این جلسه بایستی بررسی بکنیم که این ایده‌ای رو که از هوش مصنوعی به دست آوردیم چطور به یک عنوان علمی استاندارد، یعنی چیزی که بشه به عنوان موضوع پژوهش از اون استفاده کرد، تبدیل بکنیم. برای اینکه بخوایم این کار رو انجام بدیم، ایده‌ای رو که توسط هوش مصنوعی تولید کردیم و به دست آوردیم رو میایم و روش چند تا کار انجام میدیم و با استفاده از این مراحلی که اینجا تعریف کردیم میتونیم یک عنوان علمی جذاب رو تولید بکنیم که بشه پایه موضوعمون. اولین کاری که اینجا انجام میدیم این هست که بایستی ایده‌ای رو که به صورت خام هست و هوش مصنوعی برای ما تولید کرده بیایم و به زبان علمی بازنویسی کنیم. اگر اصطلاحاتی نیاز هست اونها رو به اضافه بکنیم، اگر نیاز هست که چیزی رو حذف بکنیم یا جابجایی انجام بشه که بتونیم یک عنوان جذاب تولید بکنیم، این کار رو انجام میدیم. متغیرهایی که نیاز هست و موضوع ما به اونها مرتبط هستند رو استخراج میکنیم. حتی میتونیم این متغیرها رو وارد دل موضوع بکنیم که بتونیم موضوع جذابتر و دقیقتری رو تعریف بکنیم. حوزه و دامنه ای اگر موضوع ما نیاز هست که در واقع در اونجا شکل بگیره، میایم و این حوزه و دامنه رو تعریف میکنیم و کلیدواژه ها رو در اینجا مشخص بایستی بکنیم و مترادف هاشون رو، چون این کلیدواژه ها تعریف کننده موضوع ما هستن دیگه. شما هر مقاله و یا هر پایان نامه‌ای که ببینید میبینید که بیس پایان نامه و مقاله بر یک سری کلیدواژه استواره. اینها رو اینجا استخراج میکنیم و موضوعمون رو باز طراحی میکنیم. سعی میکنیم این ایده رو با استفاده از در واقع اون بازنویسی که انجام دادیم، حوزه‌ای که در واقع تعریف کردیم، متغیرهایی که اونها رو باز تعریف کردیم و کلیدواژه ها، سعی میکنیم به یک ایده پژوهشی کامل تبدیل کنیم و در نهایت بتونیم یک عنوان علمی جذابی رو برای موضوع پژوهشمون در واقع تولید بکنیم. برای این کار همونطور که گفتیم 6 تا مرحله رو بایستی پیش بریم. حالا این 6 تا مرحله یک سری زیر مراحل دارن، یعنی اینکه ما اگر بخوایم بازنویسی ایده به زبان علمی انجام بدیم، بایستی اون ایده خام رو ساده سازی کنیم و زبان علمی و پژوهشی و آکادمیک رو در عنوان مورد استفاده قرار بدیم. متغیرها هم به چه شکلی هستن؟ یعنی اینکه متغیرهای وابسته، مستقل و میانجی اگر در ایده وجود دارند، بیایم و این متغیرها رو استخراج کنیم و مشخص کنیم که چه متغیرهایی در این عنوان و ایده و موضوع ما وجود دارند. حوزه پژوهشیمون رو به چه شکلی مشخص بکنیم؟ اگر حوزه پژوهشی ما به چه رشته تحصیلی و زمینه تحصیلی مربوط هست، این رو مشخص بکنیم و همچنین اگر دامنه جغرافیایی یا زمانی خاصی در واقع در مدل ما مورد استفاده قرار میگیره در پژوهش ما، این رو هم بایستی مشخص بکنیم. کلیدواژه‌های اصلی و مدل‌های انگلیسیشون رو بایستی مشخص بکنیم و از واژه‌های استاندارد اون حوزه علمی بایستی بیایم استفاده بکنیم. موضوع پژوهشیمون رو سعی بکنیم به یک موضوع پژوهشی استاندارد تبدیل بکنیم که مشخص باشه موضوع چی هست، قابل تحقیق باشه و متکی بر یک شکاف علمی باشه. میتونیم در عنوان پژوهشیمون شکاف علمی رو به کار ببریم و در نهایت میایم و با استفاده از این چرخه‌ای که از خود هوش مصنوعی برای این انجام این چرخه استفاده میکنیم، در نهایت یک عنوان علمی و جذاب رو که 3-4 تا عنوان رو به عنوان با استفاده از این ایده ایجاد میکنیم که بتونه این حوزه ها رو پوشش بده. برای اینکه بتونیم این کار رو بکنیم، باز هم اومدیم و از مدل هوش مصنوعی استفاده کردیم و یک پرامپتی رو طراحی کردیم که ایده رو به یک موضوع پژوهشی دقیق تبدیل بکنه و یک سری پیشنهاد به ما بده. حالا این رو وارد مدل هوش مصنوعی میکنیم و ببینیم برای خروجی مرحله 6 در واقع تولید موضوع جدیدمون میتونیم چه ایده های پژوهشی، عنوان های پژوهشی جذابی از مدل هوش مصنوعی بگیریم. من اینجا این رو کپی میکنم و وارد مدل هوش مصنوعی میکنم که
بتونیم خروجیمون رو ازش بگیریم. خب وارد چت جی پی تی پلاس میشم. اون پرامپتی رو که دارم اینجا کپی میکنم، پیست میکنم و اجرا میزنیم. ببینیم که از ما خواهد خواست که ایده رو وارد کنیم یا بر اساس حافظه خودش میاد و کار رو پیش میبره. خب الان اینجا نوشته که من همین الان برای یک لیست ایده 2 تا 3 عدد در رشته که انتخاب میکنین این ساختار رو اجرا میکنم. من اینجا میام و از اتچ هوش مصنوعی فایل ایدم رو وارد میکنم و ازش میخوام که ایده، حالا ما فرض رو بر این گرفتیم که ایده شماره 1 ما ایده تصویب شده هست. من اینجا میام و فایل ایده هام رو وارد میکنم و ازش میخوام که برای ایده شماره 1 در فایل رشته مهندسی صنایع و چه چیزی رو بایستی مشخص بکنم؟ ورودی ها لیست ایده، رشته، دامنه جغرافیایی ندارم و نوع تحقیق هم که در همون بالا مشخص شده. خب این رو اجرا رو میزنم ببینیم که چه ایده هایی رو برای ما، یعنی این ایده ها رو به چه شکلی به یک موضوع پژوهشی تبدیل میکنه. خب عنوان خامی که ما به عنوان ایده به مدل دادیم شناسایی علی و طولی پیوند توانمندی‌های تاب‌آوری و عملکرد زنجیره تامین هست. شکاف پژوهشیمونم که اونجا نوشته بودیم کمبود طراحی‌های علی طولی برای بررسی این پیونده. نوع نوآوری هم مشخص بود، روش تحقیق هم مشخص بود، جامعه آماری هم مشخص بود، ژورنال‌های هدف و اون 3 مقاله پایه‌ای که داشتیم. خب اینجا نوشته که میخوای همین الان ایده رو اجرا کنم. من ازش میخوام که بله بیاد و اجرا بکنه و برای من خروجی موضوعات پیشنهادیش رو تولید بکنه. خب اولین موضوعی که پیشنهاد داد تحلیل علی و طولی رابطه میان توانمندی‌های تاب‌آوری زنجیره تامین و عملکرد زنجیره با استفاده از مدل سازی داده‌های پانلی در صنایع چند لایه. می‌بینید که یک موضوع خام رو به چه شکلی، به صورتی که کاملا مشخص باشه که من چه چیزهایی رو در اینجا بررسی می‌کنم و در واقع از چه داده‌هایی استفاده می‌کنم بازنویسی کرد. متغیرهای کلیدیش رو مشخص کرده، وابسته، مستقل و میانجی رو، حوزه علمیش رو، رشته صنایع زیرشاخه ها میتونن اینا باشن، دامنه صنعتیش شرکت های تولیدی و صنعتی هن، دامنه زمانی هم داده های پانلی 5 تا 10 ساله در صنایع منتخب. کلید واژه هاش هم به این شکل استخراج کرده. کلید واژه ها کجاها برای ما کاربرد دارند؟ این موضوع رو که ما استخراج کردیم و فصل 1 رو که تونستیم بر اساس همین موضوع انجام بدیم، یعنی انجام که دادیم، در مرحله بعد این کلید واژه ها و اون مقالات مترادف در نگارش فصل 2 و پیشینه تحقیق خیلی میتونن کمک کننده باشن، چون ما در پیشینه تحقیق میایم و بر اساس این کلید واژه ها سعی میکنیم لایه بندی های پیشینه تحقیقمون رو انجام بدیم و بر اساس این در واقع یک حالت پیوستگی از این کلمات کلید واژه استخراج بکنیم و بتونیم فصل 2 رو بنویسیم. حالا اومده عناوین پیشنهادی رو بازم در اینجا 5 تا موضوع رو بررسی کرده و حوزه هاش رو و خروجی کامل رو گفته که در فایل ورد بدم. خب میبینیم که اومده چند تا عنوان: تحلیل علی و طولی پیونده، توانمندی های تاب‌آوری و عملکرد زنجیره تامین در صنایع چند لایه، بررسی اثرات توانمندی های تاب‌آوری بر عملکرد زنجیره تامین با رویکرد مدل سازی علی طولی، نقش توانمندی‌های دیجیتالی و نوآوری در تعدیل رابطه تاب‌آوری و عملکرد زنجیره تامین.
میبینید که چقدر اومده و از جنبه‌های مختلف تونسته موضوعات رو، اون ایده رو به یک سری موضوعات شفاف و روشن و قابل پژوهش برای ما تولید بکنه. خب به این ترتیب میتونید بیایید و حالا میتونید بگید که نه من اینها رو قبول ندارم، بیا و مثلا این جنبه رو بولدتر بکن در عنوان، یا به این موضوع هم اشاره بکن، بسته به اینکه شما در نهایت اون موضوعی رو که تاییدیه رو از استاد یا دانشگاهتون گرفتید به چه جنبندی رسیدید و چه چیزهایی در بحث برای شما مهمتر هست. میتونید درخواست بدید، ولی میتونه به خوبی این کار رو براتون انجام بده و موضوع خام رو به یک ایده پژوهشی تبدیل بکنه. حالا من ایده هایی رو که برای به عنوان موضوع، یعنی ایده های تولید شده ای رو که پایه پژوهش من بودند رو ازش خواستم که به یک موضوع پژوهشی تبدیل بکنه، من اینها رو قبول نکردم و مجدد ازش میخوام که بیاد و از دید مهندسی و رشته تحصیلی خودم بیاد و این در واقع ایده رو بازنویسی بکنه. مجدد پس موضوعی رو که داشتم اینجا کپی میکنم، به مدل هوش مصنوعی وارد میکنم و در اینجا شیفت اینتر میزنم و ازش این درخواست رو میکنم که بیا و بر اساس جنبه های مهندسی رو در این موضوع رو بیشتر در نظر بگیر و بر اساس مدل های ریاضی و بهینه سازی بیا این موضوع رو برای من بازنویسی کن. ببینیم پیشنهادهایی که میده چه تغییراتی نسبت به پیشنهادهای قبل در واقع درش اتفاق میافته. خب چیزی که در اینجا برای من بازنویسی کرد این عنوان هست که طراحی و بهره برداری بهینه زنجیره تامین چند لایه مقاوم با هم تکاملی قابلیت‌های تاب‌آوری و عمل کرد. زیاد من باز این عنوان رو نمیپذیرم، میگم بهش که عنوان رو با بیان حل بهینه سازی و مهندسی بیان کن. من این عنوان رو بازم یک عنوان مهندسی نمیبینم، یعنی ترجیح هم این هست که در عنوان بیاد و مدل سازی رو بیان بکنه. اینجا نسخه های پیشنهادیش رو بازم بیان کرده: مدل سازی و حل بهینه سازی مقاوم تصادفی زنجیره تامین چند لایه مقاوم. این رو من باز بهتر میدونم از اون حالت، چون در اون حالت بیشتر حالت اقتصاد سنجی رو در نظر گرفته، در اینجا بیشتر حالت در واقع حل مدل ریاضی و بهینه سازی هست. طراحی و بهره برداری بهینه زنجیره تامین مقاوم با رویکرد مهندسی و بهینه سازی چند هدفه. بازم این بهتر هست. چارچوب مهندسی بهینه سازی برای ارتقای تاب‌آوری. خب اینها نتیجه های بهتری هستند. پس اگر خروجی که مدل بهتون میده خروجی نیست که در واقع شما انتظار دارید و یا در مسیری که شما بهش فکر کردید نیست، میتونید بیاید و ازش بخواید. حتی میتونید بیاید بخواید که این عنوان رو اگر شما سطح رشته‌تون مقطع تحصیلیتون کارشناسی هست بیاد و ساده تر پیشنهاد بده. بسته به سطح رشته تحصیلیتون میتونید ازش بخواید که در سطح کارشناسی ارشد و یا دکترا بیاد و این عنوان ها رو براتون اصلاح بکنه. به این شکل میتونیم اصلاحیه های خوبی باز از مدل بگیریم. نکته‌ای که اینجا حتما دوستان بایستی بهش دقت بکنند این هست که دوستان عزیز اینجا فقط هدف خروجی گرفتن یک عنوان نیست، چون این عنوان پایه کار پژوهش شما و پایان نامه نویسی شما هست. بنابراین بایستی در این مرحله با دقت و ظرافت زیاد و حساسیت زیادی حتما سعی بکنید اون موضوعی رو که از مدل هوش مصنوعی استخراج میکنید و اخذ میکنید موضوعی باشه که بتونید روی اون تمامی پایان نامه‌تون رو پیش ببرید. در واقع حساسیت شما و دقت شما در این مرحله بایستی به حدی باشه که بعدها دچار مشکل نشید. همین مرحله موضوعتون رو که از هوش مصنوعی گرفتید بیایید و تمامی لایه‌هایی که اون موضوع در بر میگیرند، اصطلاحات کلیدیش رو حتی میتونید از مدل هوش مصنوعی بخواید که من الان همینجا ازش میخوام که بیاد مثلا من این موضوعم رو موضوع نهایی در نظر گرفتم دیگه،
من اجازه بدید من این موضوع رو موضوع نهاییم در نظر میگیرم. حالا اینجا چون حالت آموزشی داره من این رو به این شکل در نظر گرفتم. شما بعد از بررسی زیاد بایستی این کار رو انجام بدید. این رو به عنوان موضوع نهاییم در نظر گرفتم. این رو اینجا به مدل میدم برای انجام پژوهشی با این عنوان چه مسیری رو پیشنهاد میدی؟ بیایید و از خود مدل هوش مصنوعی بخواید که براتون مشخص بکنه این عنوانی که شما به عنوان پژوهشی در واقع انتخاب کردید چه مسیری رو بایستی برای انجام اون در واقع طی بکنید، چه داده هایی تولید بکنید، چه ابزارهایی بایستی استفاده بکنید و در نهایت بایستی بدونید که آیا از عهده انجام این موضوع برخواهید اومد یا خیر. همونطور که گفتم چون در حالت عادی ممکنه موضوعات پیچیده‌ای به شما پیشنهاد بشه، حتما مقطع تحصیلیتون رو و حتما در واقع اون موضوعی که مد نظرتون هست رو حتما بارها و بارها به مدل هوش مصنوعی بدید تا بتونید به سطحی که خودتون در اون سطح هستید برسید و موضوع خروجیتون در حدی باشه که توانایی انجام اون رو داشته باشید. خب اینجا میبینید که بر اساس موضوعی که بهش دادم داره مسیری رو که بایستی طی بکنم تا بتونم چنین مسئله رو حل بکنم رو برای من مشخص میکنه. تعریف و چارچوب بندی مسئله، این که دامنم رو تعیین بکنم، چه صنایعی رو میخوام در این موضوع مورد بررسی قرار بدم، بررسی مرور ادبیات، شکاف پژوهشی، اهداف پژوهش، مدل سازی مفهومی، لایه‌هام رو مشخص بکنم در این زنجیره تامین که چند سطحی هست، ریسک ها رو مشخص بکنم. میبینید که اینجا کامل مشخص کرده. شما این رو بایستی بررسی بکنید در همین مرحله و ببینید که آیا این مسیری که برای شما در اینجا طراحی شده مسیری هست که بتونید انجام بدید. اگر نمیتونید بیاید ازش بخواید که موضوع رو ساده تر بکنه یا پیچیده تر بکنه. ابزارهایی که شما برای جمع آوری نیاز دارید، آیا دسترسی دارید، دسترسی ندارید، همگی اینها رو بایستی بر اساس شرایط خودتون تحلیل بکنید و در نهایت اون موضوعی که مد نظرتون هست رو از مدل استخراج بکنید. یکی از خوبی‌های کار کردن با مدل‌های هوش مصنوعی در مسائل پژوهشی این هست که ببینید دوستان اینجا به چه دقتی خودش گفته که مسیر پژوهش شما 3 تا گام هست. مدل سازی مفهومی و ریاضی مرحله اولتون هست، حل بهینه سازی چند هدفه با روش‌های دقیق یا ابتکاری و در نهایت اعتبار سنجی روی داده‌های واقعی، شبیه سازی و تحلیل حساسیت و ارائه بینش‌های مدیریتی و سیاستی. حالا اینجا خودش پیشنهاد داده که میخوای این رو به صورت یک چک لیست بهت بدم که بدونی در واقع چه مسیری رو برای انجام این کار پژوهشی بایستی طی بکنی. شما اینجا میتونید مایند مپش رو از مدل بخواید که ما در تمام طول مسیر انجام کار پژوهشیمون در این دوره آموزشی همین کار رو کردیم. به صورت کلی تمامی مراحلی که برای نگارش فصل‌های پایان نامه نیاز داریم رو به صورت مایند مپ از مدل گرفتیم. اما شما در اینجا میتونید همون پله اولتون، موضوعتون که تایید شد، بیایید و از مدل هوش مصنوعی بخواید که کل اون موضوع رو بر اساس موضوع، نه حالت کلی، بر اساس موضوعتون بیاد و به صورت ریز به شما یک مایند مپ درختی و چک لیست بده که بدونید که مسیری که بایستی طی بکنید به چه شکلی پیش خواهد رفت.